قماندانی امنیه کابل میگوید که در انفجار در منطقه سینما پامیر کابل یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. سیدگل آقا روحانی معاون امنیتی قماندانی امنیه کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت که 3 ماین کوچک مغناطیسی در نزدیک تکیه‌خانه عمومی چنداول منفجر شده است. امروز یک حادثه که در قسمت نزدیکی تکیه‌خانه عمومی چنداول صورت گرفت. ماین‌های مغناطیسی کوچکی تعبیه شده بود که یک نفر زخمی شده بود که در جریان عملیات وفات شد. چند زخمی دارد؟ 3 زخمی. اما شاهدان عینی در محل رویداد چی میگویند؟ طرف مسجد میرفت نماز خواندن. یک سر و صدا آمد اونجا یک گرم کرد. من گفتم شاید تایر باشه یا کدام بالون گازی که اتکا نکردم به یکی. شاید گفتم باشه به این چیزا اتکا ندارم. بالاخره مردم از بالا دویده آمد گفت که حالا گریخت خونه یکی دیگه اش آمد بیشتر از هتل که نیست. اینجا داخل کوچه. اینجا خود انتحار داد. هیچی نبود. آوان و مثلا کدام چیز انفلاکیه نبود. انتحاری بود. این رویداد پس از ظهر امروز رخ داده است. مسئولیت این انفجار را تا حالا کدام گروه به عهده نگرفته است.